سلام، به کانال من خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره بزرگترین مشترک تجاری تفریحی شیراز رو بهتون معرفی کنم. با هم همراه باشید. این مجتمع در ورودی شهر صدرا یا روبروی شهرک گلستان واقع شده. از سمت راستش که وارد بشیم، ورودی ماشین ها یا پارکینگش 5500 تا ماشین ظرفیت داره و اینجوری که من خوندم بزرگترین پارکینگ جهان حساب میشه. وارد مجتمع که میشیم، همون ابتدا هایپرستار هست که 2 طبقه است و ما باید از طبقه بالا وارد بشیم. این طبقه لوازم صوتی تصویری، فرش و کلا لوازم خونه مثل ظروف و این چیزا داره. یه طبقه میریم پایین و میرسیم به قسمت خوراکیاش. قسمت تجاری خلیج فارس 2500 تا مغازه یا واحد تجاری داره که توی 5 تا طبقه هستش. که البته ما الان با اینا کاری نداریم و میخوایم بریم آخر مجتمع که برسیم به جایی که تفریح هست و اونجا رو میخوام براتون توضیح بدم. و اینا هم دقت کنید که مغازه ها پراکنده هستن بچه ها. یعنی که مثلا من شلوار میخوام برم یه قسمتی که شلوار فروشی ها هستن، اینجوری نیست. اگر یه چیز خاص بخواین باید همه این 5 تا طبقه رو بگردید. 2500 تا مغازه رو باید بگردید خلاصه. همینجوری که میبینید توی مرکز هر طبقه کنار اون مغازه‌های تجاری کلی کافه هست که اینا ما الان رد میکنیم تا دوباره برسیم به همون آخر. اون آخر هم تازه هنوز کلی کافه دیگه هست. در مجموع 24 تا کافی شاپ داره. خب میرسیم به انتهای مجتمع و سینمای هنرشهر آفتاب که 6 تا سالن سینما داره. این قسمت سینما بچه هر دفعه یه چیز متفاوتیه. مثلا مسابقه گذاشتن یه تایمی، بعد بازی گذاشتن، تئاتر هست، یا مثلا بازیگرا که میان اینجا رو درست میکنن واسه دیدار با مردم و این چیزا. اینجا 2 تا مغازه هست که من عاشقشونم، دوست دارم واقعا با جزئیات بهتون نشون بدم. اولین مغازه اینه که هر بازی که فکر کنید با تمام رنجای سنی، فکری، هیجانی، همه چی توش پیدا میشه. همه نوع بازی داره اینجا. و دومی این مغازه هست که هر چیزی که مربوط به کتاب باشه یا اکسسوری اتاق باشه، مجسمه، ساعت، نگهدارنده‌های کتاب، هر چیزی که در مورد اینا باشه توی این مغازه پیدا میشه. قشنگ با جزئیات بهشون نگاه کنید، خیلی قشنگن. خب اینجا بسته و بریم یه سری هم به نمایشگاه بزنیم. نمایشگاه هم بهتون نشون بدم.
تابلوها رو ببینیم این سری چی گذاشتم. خب وقت اکران فیلممون شد و ما سالن آبی بودیم و همچون که میبینید خیلی شلوغه، هنوز باز نکردن در رو، داریم میریم مست عشق. آسان‌ترین کار نصیحت دیگران است. و دشوارترین اینکه آدمی خود را بشناسد. تو خود را شناخته ای؟ جز برای این به این جهان نیامدم. محاسب همونقدر که بفهمم با خود که به صلح و وحدت رسیدی، با همه جهان به صلح و وحدت و یگانگی خواهی رسید. فهم اینها بدون دانش و عقلی که منکر آنی محال است. یه طبق که بریم بالاتر میرسیم به بیلیارد و بولینگ. اینجا اینجوری که ساعت 4 تا 10 شب یک سره هستن و اینکه بخواین تایم رزرو کنید هم اینجوری که باید تماس بگیرین، هیچ پیش پرداختی هم لازم نداره و فقط میگین مثلا از این ساعت تا این ساعت برای ما رزرو کنید. و اینکه الان که توی بهار 1403 هستین، قیمت بولینگ نیم ساعت 300 تومن و یک ساعت 500,000 تومنه. یه طبق که بریم بالاتر میرسیم به شهر بازی سرپوشیده که من خودم اینجا رو فکر کنم تا 2 سال پیش همه بازیاشو هر هفته میومدم انجام میدادم، چون تیکت میداد و اون تیکت ها رو جمع می‌کردی میرفتی جایزه می‌گرفتی. این خیلی خوشایند بود. الان دیگه فکر کنم تیکت نمیده، ولی خب به هر حال اینجا 133 تا بازی متفاوت داره. فروت نینجا داره که هممون رو گوشیامون داشتیم، اینجا هم کامپیوتریش هست، ایرهاکی داره، ماشین داره، بازی شانسی داره و اینا. خیلی متنوعه دیگه، همه جا رو باید بگردیم. من خوره این بازیه بودم، هم رو گوشیم داشتمش، هم اینجا که میومدم هر دفعه بازیش میکردم. اینجا یه محیط اتاقک بسته داره که ازتون عکس میگیره و به عنوان یادگاری خیلی چیز خوبیه. یعنی میرید توش و هر چیزی که دوست داشتین میگیرین. البته چند تا ژست هم خودش بهتون کمکی میده. بعد توی یه برگه بزرگ حالت روغنی 9 تا عکس کوچولو بهتون تحویل میده. این یه یادگاری خیلی خوبه از شهر بازی اومدن یا شیراز اومدنتون که مثلا همیشه براتون بمونه. بعد از کلی گشتن طبقه آخر میرسیم به 18 تا رستوران و 13 تا فست فود که هر غذایی که تمایل داشته باشید اینجا میتونید پیدا کنید. امیدوارم این ولاگ کوچولوی خرج فارس کمکتون کرده باشه که این مجتمع رو بهتر بشناسید. وقتی اومدین شیراز حداقل یه روز زمان میخواد که بخواین تمام مغازه‌هاشو بگردین یا بخواین بازی کنین، چیزی بخورین، اینا یک صبح تا شب حدوداً باید بذارید و امیدوارم خوش بگذره بهتون. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. بدرود.